دکتر توی برنامه میخوام بزرگترین مشکل نظامو که شاید هیچ راه حلی براش متصور نیست با شما در میون بذارم. آخرش رفتی رو بحث براندازا دیگه که قرار نبود بحث. اولش 2 کلم رو به بیننده های عزیز بگم. از بینندگان هوادار نظام، همون اکثریت عظیم 4% میخوام که برنامه رو نگاه نکنن، خطر ریزشه. سب میرم اینطوری که تو از اول سنگو برداشتی، همون اولش باید خودمونم ریزش کنیم، تعطیل کنیم، بره به کارمون دیگه. اون زبونت اتفاقا مدت هاست توی فکرم که تو اوج خداحافظی کنم و پرونده این برنامه رو ببندم، ولی هرچی سب کردم به اوج نرسیدیم. اوج رو بیخیال، تو همین حزیز رو بچسب، همین حزیز رو بتونی تهش برنامه رو توش ببندی، حله همه مسائل رو حل میشه. بدبختی های دکتر اینه که حزیزش هم یه جا با نمیسه، هر هفته حزیزتر، بدبختتر. حالا میفهمم که مقام عظما چی میکشه بیچاره بی‌نوا. تبکاویدم بگه تا حالا بدبخت بیچاره دووم آورده بود با این مقدمه‌ای که تو گفتی کارشو ساختی. نمیدونم آقای دکتر از کجا شروع کنم. اول ابهام خودمو بپرسم. آقای دکتر مگه نظام 60 دفعه نگفته اینا تموم شدن؟ پس این چه وضعشه؟ از کجا میارن اینا رو؟ سکسکم بند نمیومد رفتم دکتر، یهو بی هوا گفت گرد همایی. از ترس سکسکم بند اومد، ولی 3 شبه از ترس خوابم نمیبره. من که از ترس دارم میرم. میرم ناکسه بیشی سر جات، مگه به همین آسونیه؟ بیشیم بابا. چرا کسی ارزش منو نمیدونه؟ من حتی اگه چراغ راهنمایی رانندگیم میشدم اون چراغ زرده بودم که برای هیچکی مهم نیست. آره. آخه این ظریف بی‌خاصیت برای چی رفته بود فرانسه؟ تو نگو برای چی رفت، بگو برای چی برگشت. آخه هر آدم حسابی به جای این مشنگ بود دیگه بر نمیگشت پای آبروریزی. شعورش هم نرسید اقلن با اون بق یعنی چی؟ بهرام قاسمی حرفاشون رو یکی کنن. این میگه ظریف واسه یه کار دیگه رفته بود اونجا، خود ظریف میگه رفتم تا اونجا نقطه ابهامو مطرح کردم. حتی جواد لاریجانی سرمشنگ فهمیده و گفته فرانسه توهین کرده به ما، تازه 5 میلیارد هم میخوایم جیرینگی بدیم به توتال. آره میخوام بهت بگم که آخه موضع مفتی گرفتن که مشکل نیست، جواد لاریجانی هم میگیره به شرطی که بتونی بعدش در بری. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفهمودن که دانشجوه به بغل دستش گفتش که این استادمون خیلی شوته. طرف گفت میدونی من کیم؟ گفت نه. گفت من پسر همین استادم. دانشجو گفتش که میدونی من کیم؟ گفت نه. دانشجو گفت خدا رو شکر. فرار گذاشت و در رفت. دکتر راهنمود شما به مقام عظما بعد از این شکست سنگینی که توی گرد همایی دشمنای نظام تو پاریس خوردن چیه؟ راهنمود که نمیشه داد، اما یه جمله میگم شاید کمی این درجه سوزشش رو کم بکنم. میگن که شکست پلیس به سوی پیروزی، ولی مقام عظما بنداز از همین بغل رد بشه، نمیخواد رو پل بره. آره دکتر پاسخ شما مثل بارون و برنامه ما مثل کویر. صاحب کن میرم ناکس، کویر که 1000 سالم بدون بارون بمونه مشکلی نداره که با این تعریف کردنه. دستمو تا آرنج بکنم تو عسل بذارم تو دهنش بازم گاز میگیره. میگن تو بهشت هر مجری بخواد ورزش کنه به جای کیسه باکس یه استراتژیست از سقف آویزون میکنن که بهش مشت بزنه. صاحب کن میرم چی گفتی یعنی هیچ آقای دکتر آرزو کردم تو بهشت با هم دیگه باشیم. آقای دکتر در مقابل تهاجم سنگین دشمن مسئولون نظام باید موقتا هم که شده گلوی همدیگه رو جر ندن، اما هر سه قوه آنچنان پاچه‌گیری میکنن که بیا ببین. صاحب کابینت به خاطر اینه که شعورشون نمیرسه، چه سرنگونی این جناح ها اون جناح نداره که لاریجانی مقننه و لاریجانی قضاییه رو با روحانی و مقام عظما همه رو یکی میکنه. مرحوم بابوی همیشه میفهموندن بزن باهاتو عرض کردم بله، میفهموندن مشنگا رفته بودن شکار، یکیشون از دور یه شیر دید، نشونه گرفت زد، تیرش خطا رفت خورد به دم شیر، شیر دوید به طرفشون، این که زده بود سری در رفت بالا درخت. بعد به اون یکی گفتش که یالا بی بالا الان به فکت پیاده میکنه که یکی مشنگه گفت غلط کردی، مگه من زدم که بیاد دنبال من؟ روشن شد یا برفستمت بالای درخت. آقای دکتر این زاکانی مردشور برده هم خودش گفت باید آتش بس بدیم، ولی تو همون نطق آتش بس هم دوباره شروع کرد داخل اون یکی جنا رو آورد. زاکانی مشهنگ کجاست که حالا مثلا تو مثالشو میزنی؟ تو صحبتهای خود عظما و حاجی روحانی
بالا تا پایین همدیگه رو میشورن، آویزون میکنن به بند رخت. بعد تو میگی زاکانی. همایش قوه قضاییه قرار بود همایش وحدت باشه. حرفایی بهم زدن که میش اگه بشنوه میره پیشواز گرگ، ولی کم کم خودشون که حرفای خودشون رو میشنون داغ میکنن، بولدوزری فک همدیگه رو صاف میکنن. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن به بهادر عرض کردم بله، میفهموندن که مشنگه رفت کدشوار بده براش بدوزن. گفت خیاط عزیز یه زحمتی برات دارم، میخوام لطف کنی و این کدشوار رو برای من بدوزی لطفا، دست درد نکنه. ولی خب فردا نیام بگی که چرخم خراب بود، سوزن نداشتم، برق رفت، حال نداشتم، اتوب خراب شد، اصلا خاک بر سر بیورزت بکنن، پارچه رو بده، نمیخواد برام بدوزی. آیا دکتر قرار بود مجلس بعد از تعطیلات علیه تحریم‌های صنایع موضعی بگیره، ولی موضع نگرفتن، ترسیدن. خسته نباشی، رسیدیم به آخر شاهنامه، نیش ترمز زدی میگه که رستم با سهراب چه نسبتی داشت. خب معلومه ترسیدن که. الان تو نظام وضع طوریه که از کسی احوالش هم بپرسی یه چند نفر از ترس ریزش میکنن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر عرض کردم بله، میفرمودن که مسافره یواشی زد رو شونه راننده تاکسی که یه سوالی بکنه. راننده یک جیغ بلندی زد و فرمون چپ فرمون راست نزدیک بود بزنه به یه اتوبوس. از جدول رفت بالا، بعد بالاخره کنار یه مغازه‌ای تو پیاده رو نگه داشت. یه خورده ساکت موندن، هم دیگه نگاه کردن. بعدش راننده گفتش که دیگه این کارو نکنی ها، داشتی زهر ترکم میکردی. مسافره گفتش که آخه چرا؟ تو چرا با یه ضربه کوچیک که زدم به پشتت اینطوری ترسیدی؟ راننده گفتش که آخه امروز اولین روز رانندگی تاکسی منه، 25 سال راننده نشکش بودم. روشن شد یا برفستم سوار نشکش بشی. آیا دکتر تو قطعنامه هم یه بند دیگه آب دادن، گفتن حالا که شما تحریممون کردین ما هم هر کی رو با دشمنه برانداز رابطه داشته باشه تحریم میکنیم. آره یک کم نیست به اینا بگه آخه شوت سنگین. جواب تحریمو که اینطوری میتونی بدی که مشنگر کسی مهمونی دعوت نمیکرد، اینم تلافی کرد مهمونی گرفت کسی رو دعوت نکرد. دکتر با این وضعیت یعنی باید انتظار داشته باشیم که مقام عظما یه دوره دیگه زیپ دهن رو بکشن و هیچ حرفی نزنن؟ نه اینطوری هم نیست. اتفاقا تو اوج بدبختی و احراج که کسی بیفته زبونش تازه ممکنه باز بشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر عرض می‌کردم بله، میفرمودن که به 2 تا دانشمند با یه مشنگ نفری 50 تا موز با یه میمون دادن. گفتن این 50 تا موز رو خرج میمونه بکنی ولی بهش حرف زدن یاد بدی. بعدش اومدن دیدن اولی دکتر آلبرت 50 تا موز داده میمونه خورده ولی هیچ یاد نگرفته. دومی دکتر ریکس هم همینطور. رفتن سراغ غضنفر، دیدن 49 تا موز خودش خورده، میمونه داره با التماس میگه غضنفر جان مادرت اقلا این آخری رو نصف کن با هم بخوریم. روشن شد یا برفستم به سراغ غضنفر. آقای دکتر قربونه دارم تو همیشه با پنبه سر میبری. آخه مقام عظمای بدبخت چه غلطی کرده که تو اونو با میمون مقایسه میکنی؟ با پنبه سر نبریدم، با پوست موز نبریدم. از خدا باشه که بزن میمونه